موضوعی که امروز میخوام باهاش در موردتون صحبت کنم، موضوعی که باعث دلسردی خیلی از زوجها شده، ناباروری. امروزه زوجها با امید به داشتن فرزندی وارد زندگی مشترک میشن، اما وقتی این آرزو محقق نمیشه، احساس ناامیدی و تنهایی زیاد ممکنه بهشون فشار بیاره. اما خوشبختانه در ایران روش‌های درمانی متنوعی برای درمان ناباروری وجود داره که میتونه امید رو به زندگی زوجها برگردونه. یکی از این روش‌ها روش IVF یا لقاح مصنوعی هستش که در این روش تخمک‌ها از تخمدان خارج شده و با اسپرم در آزمایشگاه ترکیب شده و جنین شکل میگیره. سپس اون جنین به رحم منتقل میشه. روش دیگه تزریق اسپرم داخل سیتوپلازم هستش که این روش برای زوجهایی که مشکلات مردانه دارن بسیار مفیده. در این روش یک اسپرم به طور مستقیم داخل تخمک تزریق میشه. علاوه بر این داروهای هورمونی جهت تنظیم چرخه تخمک گذاری و افزایش شانس بارداری توسط پزشک متخصص تجویز میشه. همچنین مشاوره و حمایت‌های روانشناختی بخشی از درمان ناباروریه که کمک میکنه زوجها با استرس و چالش‌های ناشی از ناباروری راحت‌تر کنار بیان. در نهایت این نکته بسیار حائز اهمیته که زوجها برای بررسی دقیق‌تر به متخصصین مراجعه کنند. در ایران با توجه به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی که وجود داره، شانس بارداری در خانواده‌ها و زوجها خیلی افزایش یافته. امیدوارم این اطلاعات به شما کمک کنه تا با درمان‌های موجود در ایران آشنا بشید و ناامیدی رو به امید تبدیل کنید.